سلام، با اخبار امروز چهارشنبه 27 اپریل من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سفر به شهر نورک، محل بزرگترین نیروگاه برق آبی کشور، از پیوستن ساکنان شهر به صف گروه افراطگرا اظهار نگرانی کرد. امامعلی رحمان ضمن سخنرانی در مراسم افتتاح یک مکتب نو در دهه چشمک گفت تا کنون از شهر نورک 26 نفر برای جنگ به کشورهای خارجی رفتند. چند پیشتر از این دادگاه ولایت ختلان 13 ساکن نورک را برای نصب پرچم گروه تندروی دولت اسلامی به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ملاقات با مردم و مقامات از آنها خواست برای تامین جوانان با کار و جلوگیری از پیوستن آنها به گروه افراطی سعی و کوشش بیشتر کنند. او نقش مکتب و معلمان را در این راه مهم خواند. اثرهای اصر نورسان و جوانانی که در اینجا دانش می آموزند، علم می آموزند، کسب می آموزند، اونا به حق شما، اولاد شما، پدر و مادر شما دعای نیک میفرستند. با گفته مقامات تاکنون بیشتر از 1000 جوان تاجیک به جنگ‌های سوریه و عراق رفتند. طالبان افغان میگویند یک هیئت را برای مذاکرات صلح به پاکستان فرستادند. منابع طالبان در پاکستان به خبرگزاری فرانس پرس گفتند یک گروه 3 نفری در شهر کراچی است و به زودی تماس‌های اولیه را با نمایندگان پاکستان و افغانستان برقرار می‌کند. 10 روز پیش از این جنگجویان طالب با حمله به کابل 64 نفر را کشتند و صدها تن دیگر را زخمی کردند. شارحان میگویند به مساعدت پاکستان جنگ در افغانستان خاتمه نمی‌یابد. شما یک کسی را که با یک سلاح از کویت یا از میرانشاه روان میکنید که بره به جوزجان و به فاریاب و به قندوز بجنگه، خیلی مصارف گزاف داره. روی همه مصارف از بیرون مرز پاکستان تهیه میکنه. و بنابراین اگر حمایت پاکستان از طالبان دور شود، برای طالبان بسیار مشکل است که حتی یک ماه این جنگ پیش ببره. مقامات افغانستان گفتند نمایندگانشان را به پاکستان فقط زمانی می‌فرستند که مقامات اسلام آباد بر ضد رهبران طالبان چاره بیندیشند. مصاحبه کامل در این باره در وبسایت azadi.org. در سرای دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر دوشنبه نمایشگاه جایهای کاری خالی برگزار شد. در نمایشگاه کارخانه و شرکت‌ها و از جمله شرکت‌های موبیلی با کارجویان بیشتر از 600 جای کار پیشنهاد کردند. تعدادی از دانشجویان نیز برای تجربه آموزی به چند کارخانه جلب شدند و 100 کارجو خود را برای کار ثبت نام کردند. بیشتر برای من موافق اختصاص خود شرکت‌های موبیلی، یعنی کار کردن در شرکت‌های موبیلی بود که هر یک کس از روی اختصاص خود جای کاری خود را انتخاب می‌نماید. مقامات رسمی گفتند مزد میانه جایهای کاری 600 سومانی معادل $75 را تشکیل می‌دهد. مزد کم اکثرا ساکنان تاجیکستان را از کار در مؤسسه‌های دولتی و دیگر کارخانه‌ها دل سرد می‌کند و بسیاری از جوانان با سبب نبودن کارخانه‌های استحصالی و کمی معاش به مهاجرت کاری به روسیه می‌روند. در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت یک نانوایخانه خیریه به کارش ادامه می‌دهد که روزانه تا 500 دانه نان را برای افراد کم‌بزاعت و نادار هدیه می‌کند. نانوایخانه را بخشی سازمان هلال احمر تاجیکستان در ولایت سوخت تشکیل کرده است و اساساً آنها به اینجا برای گرفتن نان می‌آیند که در تامین خانواده‌شان مشکلی می‌کشند. یک تا بچه این ولیدم هایدیوم گروپا مینادور اشمه رحمتای کلام همیشه غمخواری می‌کنید. اگه من خودم هیچ کار نمی‌کنم و این نگاه کردن در کاریه. در نانوایخانه روزانه تا 1500 نان می‌پزند و برای ادامه کار و پرداخت معاش کارگران قسمی از آن را می‌فروشند. اینجا سیلینگ می‌پزیم، یعنیش برای امکان بیزاتو، تولینگش برای فروش. مقامات سازمان هلال احمر تاجیکستان میگویند امیدوارند در دو ناحیه دیگر ولایت سوخت با افتتاح چنین نانوایخانه‌های خیریه کمک را به مردم محتاج زیاد می‌کنند. دسته منتخبی دختران فوتبالباز تاجیکستان در نخستین دوره سبقت منطقوی قهرمانی فوتبال آسیا میان دختران تا 14 ساله از تیم ایران با حساب 0-3 مغلوب شد. بازی شام 26 اپریل در میدان اکادمی فوتبال دسته استقلال در دره الماسی ناحیه حصار صورت گرفت. 2 گل مهمانان را مریم محمدی و 1 گل دیگر را بهار سیروس به دروازه منتخب تاجیکستان وارد کردند. بازی والا رقیب خیلی خوب بود. ما تمام سعی تلاشمون رو کردیم که رقیب تو زمین خودش شکست بدیم که موفق شدیم. افسوس
بریده نتوانستیم. نه که ما رو افتاده نمیشویم، دور دیگه حتما بریده میتوانیم. در سبقت منطقوی فوتبال آسیا میان دختران تا 14 ساله که روز 26 اپریل در تاجیکستان شروع شد، 7 دسته شرکت دارند. به گروه ا تیم‌های تاجیکستان و ایران، بوتان، قرقیزستان و به گروه بی دسته‌های منتخبی بنگلادش، نپال و هندوستان شاملند. مسابقه تا روز 1 می ادامه می‌کند. اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.